اجراکننده وظیفه رئیس شهر اسفر بهاءالدین بهادرزاده با استفاده از فرصت مناسب روزی سپری شده با مقصد عیادت و دیداربینی به منزل سابقه‌داران مهنت خادمان نمایان دولتی و جمعیتی میرزا شریف اسلام‌الدینов بشارت رحیمова و عبدالصمد شامیر سعیدов که در گذشته نچندان دور به حیث راهبران موفق با اقدام و تشبس‌های سازنده خود بهر آباد و زیبا گرداندن شهر اسفر سهمی خاصه گذاشتند رفته با آنها واخوری و ملاقات‌ها داشت. جایز ذکر است که خادم دولتی میرزا شریف اسلام‌الدینов یک از متخصصان ورزیده و برجسته ساحه نفت و گاز محسوب یافته در گذشته سروری کارخانه استحصالی نفت و گاز نفت‌آباد بعدا دیرکتور گنرالی کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا قیراقم اویل LTD را به ذمه داشت و همچنین در وظیفه‌های مسئولیتناک رئیس شهر اسفر معاون رئیس ولایت سوق و معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان را پرمحصول برده است و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نیز بود. خادم دولتی بشارت رحیمова از جمله زنان برومند و شخصیت‌های معروف دیار است که در وظیفه‌های مسئول دولتی فعالیت برده در این ردیف مسئولیت رئیس کمیته اجرایی شهری اسفر را به ذمه داشت. پیریکور خادم دولتی وکیل مردمی در شورای عالی جمهوری تاجیکستان اشتراکچی اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان عبدالصمد شامیر سعیدov یکی از متخصصان ورزیده ساحه کشاورزی شهر و ولایت سوق است که صحبت و ملاقات با او برای شهردار نو مفید صورت گرفت. از ارزگزاری و این اقدام نیک رئیس نوی شهر که در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی کار آمده است اظهار خوشنودی نموده برای آبادی تاجیکستان عزیز و پیشرفت فعالیت شهردار نو دستی دعا برداشتند. در روند دیداربینی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفر بهاءالدین بهادرزاده را معاون رئیس شهر مدینه بابایان، رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر صادرخان قاسمی و رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر اسفر سرورالدین زیاالدینزاده همراهی داشتند.